دیدم اسلحه دستش داره میاد از دور داره تیر میزنه، مثل حالت تیر خلاص توی فیلم ها میزنه. اینا که افتادن روزن مردم عادی بودن، چند تا از ما لیدرهای دیگه بودیم که وسط افتاده بود. روز جمعه 19 دی ماه بود که یه ماموریت اعلام کردن. اومدیم اینجا یه چند نفر افتاده بودن رو زمین، سرشون تیر خورده بود. رفتم عقب‌تر، همونطور که داشتم میرفتم تو تاریکی یه نفر رو دیدم که بین درخت‌ها افتاده. تا الان حیاتیشو چک کردم، مضطرب یهو بلند شد و گفتش که منو نبر و من فلان. گفتم آروم باش، اومدم کمک کنم. گفتش که آره من دیدم این لیدره داشت بچه‌ها رو تیر میزد، این بچه‌ها رو تیر خلاص میزد و میرفت. که اون شب چه اتفاقی افتاد؟ فراخوان زده بودن، همه اومده بودن میدونه. خیلی شروع با قیامت حامله برای جمعیت تحریک میکردیم، مردم شعار بدین و سنگ بزنید. یه گام ویژه یه اشکو ورزد، مردم شروع کردن فرار کردن مردم. منم برای جمعیت داشتم میدویدم، یه گام گرم شد و دیگه نتونستم بودم. خوردم زمین و دیگه هر زحمتی بود یکم خودم رو کشوندم رو زمین و بعد دیدم یکی از همین لیدر رو اول شک کردم، گفتم اون که اون نیست. دیدم اسلحه دستش داره میاد از دور داره تیر میزنه، مثل حالت تیر خلاص توی فیلم ها میزنه. اینا که افتادن روزن مردم عادی بودن، چند تا از ما لیدرهای دیگه بودیم که وسط افتاده بود. یه عده‌ای که با ما بودن سلاح گرم داشتن مثل اسلحه، هم به مردم شلیک میکردن هم به مامور. 50 متری جمعیت اسلحه رو درک مردم کشیدن زیر رگبار رو تیراندازی کردن. خدا کنه چند تایی تیر زدم به مردم خورده شده باشه، چند نفری هم کشته شده باشه. میزد و میومد، من ترسیدم و هر زحمتی بود خودم کشیدم وسط بلبل. یکم از لخته های خونه پام مالیدم به لباسم و سر صورتم اینا که باورش بشه من مردم دیگه، کاری با من نداشته باشه. یه لحظه عجیب و غریبی بود، اومد بالای سرم و نفسم رو قطع کردم که اصلا هیچ تکونی احساس نکنه من زدم. خدا میکردم منو نزنه بود. نمیدونم چی شد، ولکت رفت. شاید فکرم ولکت رفت یکم دوتر. بازم من شک داشتم، اصلا باورم نمیشد که مثلا چشم باز کردم، نه از لباسش ما راه رفتنش رو فهمیدم خودش اون لیدر اصلی است. تا یکم گذشت دیگه ما رو رسوندن اینجا و 2 هفته است من